معنویت یعنی انسان وقتی میگه که مالک یوم الدین، این مفهوم در ذهنش زنده هست که من پروردگار خود را ملاقات میکنم و مرگ یعنی رفتن در مسیر ملاقات پروردگار. انسان مؤمن از مرگ نمیترسه. چرا ما از مرگ فرار میکنیم؟ میترسیم ولو در مسیر حق باشیم. اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که از او تنها باشه. میگه در زندان با پروردگار خود خلوت میکنم. مرا تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کردن میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. جالب است اصحاب رسول الله من از پیامبر پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ این گویایی که اونا منتظرن. پیامبر ازشون پرسان میکنن چی آماده کردی برش؟ گپ جالب میگه، میگه اعمال ندارم پر الله پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم، به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع است. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلب‌های ما را بیدار نمیکنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم، تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. هیچ